نیمه دوم 19 ایول بر اثر سیل شدید در دهه دشت قوزی و چراگاه تابستانه دهه کشت تودک در پنجکین 12 نفر از جمله کودکان به هلاکت رسیدند. امید یوسفوف سخنگوی کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به رادیو آزادی گفت تا این دم جسد 10 نفر را از زیر آب و گل بیرون کشیدند و جستجوی 2 جسد دیگر ادامه دارد. امید یوسفوف گفت تقریبا ساعت 15:30 باران‌های پی در پی در دهه دشت قوزی جماعت دهات یوری شهر پنجکین ولایت سوغد فرآمدن سیل را به عمل آوردند. طبق معلومات پیشکی در نتیجه آفت طبیعی آب و لایقه قسما به 15 بنای استقامتی قطعه‌های نزد اولگی 3 کیلومتر راه بین دهه‌ها ضرر رسانیده باعث به تلفات 35 سر چاروانی شد. خورشید فاضلوف خبرنگار مقیم پنجکین در فیسبوک از قبل محمد صادر سفرزاده معاون اول رئیس شهر پنجکین خبر داد که حادثه تقریبا ساعت 17 به 18 سانه 19 رخ داده. در پی بارشات سیل عظیم آمده مردمی را که در آوول قرار داشتند میبرد. تا ظهور 20 ایول جسد 10 نفر که از دهه کشته تودک بالا در این حادثه هلاک شدند پیدا کرده شد و آنها را به خاک میسپارند. کوفتوکوف 2 نفر دیگر دوام دارد. خسارات دیگر را کمیسیه حساب کرده ایستاده است. همه نهادهای مربوطه در جای حادثه قرار دارند، گفته است سفرزاده. محکم‌بای حلیموف کاتب جماعت دهات یوری گفت تنها در دهه 20 200 سر مال میده، 7 ماشین، 9 سر مال کلان، 1 پول و 1 ترانسفرماتور را سیل به کام خود برده است. قبلا مقامات نام 2 قربانی مسلمه ایگنبردی و آرام ایرالیوی را که زیر لای مونده جان باختند اعلام کرد. گفته میشد که 7 نفر دیگر از جمله 4 کودک در چراگاه دهه کشتودک که از محل زیستشان 30 کیلومتر دورتر بوده است تومه سیل شدند.